سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. تو بازی شطرنج همه افراد باید به بازی و اصول مهارت‌هاش آشنا بشن وگرنه زود کیش و مات میشن. بازی روزگار هم همینطوریه. در ارتباطات مؤثر ما سعی میکنیم که با احسان، نیکویی، خوشخلقی و با نیت‌های خوب وارد یک رابطه بشیم، ولی بسیاری از مواقع حواسمون نیست که آفت احسان منت هست. افراد با منت گذاشتن اجر و خورد خودشون رو از بین میبرن. حالا چرا خیلی منت میذارن؟ چون میخوان جایگاه بالا و برتر بودن خودشون رو به مخاطبشون، پارتنرشون، رئیسشون، کارمندشون اثبات کنن و این آفت هست و افراد اگر نتونن در بهترین شرایطی که نیکویی کردن، احسان کردن و مهرورزی کردن این عارضه رو بهش فائق بشن و پیروز بشن، روابطشون گسسته خواهد شد. پس برای اینکه یک رابطه خوب داشته باشیم باید منت گذاشتن رو کنار بذاریم. روزگارتون خوب.